美国航空母舰林肯号印度洋出任务，美军26号公布空中部队在印度洋的战备军演照，包括超级大黄蜂战机、MH-60R 海鹰直升机在林肯号的降落照。而就在美国军舰集结印度洋之际，伊朗当局25号在德黑兰革命广场放上讽刺壁画，画里多架受损飞机散落在航空母舰甲板上，并以波斯语和英语写下“种瓜得瓜，种豆得豆”，警告美国别对伊朗发动军事攻击。تهدیدی که آمریکا کرده ما را فقط در حد حرف. من پیش بینیم این هست که فقط این شاخشونه کشیدن هست و جنگ اتفاق نخواهد افتاد. 德黑兰居民老神在，无视美国总统川普日前在空军1号放的话。他说，美军舰队正开往伊朗。尽管德黑兰人嘴巴说不怕，但美国制裁确实影响伊朗的工业和民生。این تحریم‌ها قرار گرفتن، هزینه‌هاشون افزایش پیدا کرده. قیمت تمام شده محصولاتشون بالاتر. البته من بیشتر علاقه‌مندم اسم این اتفاقی که داره میفته رو بذارم مدل‌های دیگه‌اش رو در واقع به کار میبرن مثل جنگ تعرفه‌ای که ازش استفاده میکنن. 美国从1979年起对伊朗实施制裁，是现代史上持续时间最长、最全面的制裁之一。伊朗人还扛不扛得住，被打上一个大问号。记者姚慧文、陈信报道。